السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستای عزیز خوش آمدید. البته یک موضوع کوتاه و مهم بود. یکی از جوانان به نام احمد نوید بنده را در مکتب داروینیسم مورد تحدی قرار داد. بنده تحدی جناب را قبول دارم و تحسین میکنم اجارت از ایره. انشالله که بسیار بزودی ما یک وقت مناسب تعیین میکنم به خاطر مناظره تا این مناظره صورت بگیره. البته این جوان اگه میخواه که در سطح یک تلویزیون مناظره کنه، ما شرایط زیر برازی آماده میسازم. اگه در یوتیوب میخواه مورد مناظره کنه، ما شرایط ازور هم فراهم دارم و یا هم در همین تیک تاک کوشش میکنیم که نمی مناظره صورت بگیره. پس منتظر باشین دوستای عزیز. انشالله که به زودی مناظره صورت میگیره و تمام مناظرات و مناقشه ها و بحث های بنده را از یوتیوب چینل اسلام دعوه فراموش نکنید. تا برنامه بعدی شما را به خدای یکتا و به همتا می سپارم. خدا حافظ.